سلام رفقا، خوش اومدید به این ویدیو. بعد از مدت‌ها برگشتیم با یه آموزش فوق‌العاده کاربردی و خفن داخل پس 21. آموزش امروز ما در مورد بخش گیم پلن هستش. ویدیو زیادی در مورد این بخش گذاشتیم که میتونید داخل کانال مشاهده کنید. آموزش همه ادوانس اینستراکشن ها رو دادیم، توضیحش رو گفتیم، استفاده کردن از گزینه سیمپل ستینگ و نحوش رو گفتیم و آموزش زیادی در این باره گذاشتیم. حالا امروز میخوایم بریم سراغ نحوه استفاده کردن، یا بهتر بگم نحوه بازی کردن با ترکیب شناور، سیستمی که فوق العاده چیز جالبیه. خیلی همون ممکن ازش اصلا استفاده نکنیم، خیلی باش کاری نداشته باشیم، ولی امروز میخوان بررسی بکنیم و ببینیم که سیستمش چجوریه. برای استفاده ازش کافیه بیاید داخل قسمت پریست تاکتیک، بیاید پایین میبینید یه قسمتی داره به نام فلوید فورمیشن یا حالا ترکیب شناور. اینو که آن بکنید میبینید بالا سمت راست ترکیب تیمتون یه گزینه اومده که ظاهرا سه صفحه هستش. سه تا ترکیب شما میتونید تعیین بکنید، سه تا بهتر بگم چیدمان بازیکن برای سه موقعیت مختلف. اولیش که الان دارید مشاهده میکنید ات کیکاف، یعنی وقتی که حالا شما بازی شروع میکنید و ترکیبی که باهاش بازی رو آغاز میکنید و به صورت دیفالت ترکیب عادی تیمتونه. اما اگه آنالوگ راست رو یه بار به سمت راست ببرید میبینید ترکیب عوض شد. الان نوشته when in position یا حالا پوزیشن، هرچی که تلفظ صحیحش هستش، به معنی وقتی که مالکیت رو داریم. وقتی توپ دست ما، حالا چیدمان بازیکن چطوری باشه. الان من چون تغییری ندادم میبینید هیچ فرقی نداره با حالت اد کیکاف، ولی من اینجا میتونم مثلا تعیین بکنم وقتی که توپو دارم میخوام ترکیبم تهاجمی بشه و بیام مثلا فرمیشن چنج رو بزنم و اینجا الان برای من سه تا گزینه آورده. میبینید من فرمیشن چنج رو که میزنم میگه توی کدوم حالت سوم این صفحه when out of position یا پوزیشن هستش، به معنی وقتی که مالکیت رو نداری و تو دست حریفه، که من اینجا تعیین میکنم فرمیشن یا همون نحوه قرارگیری بازیکن من توی حالت کیکاف که مشخص همین ترکیب عادیم، کاری باش نداریم. گزینه دوم وقتی که مالکیت رو دارم، من میام کاری که انجام میدم اینه که میزنم روی همین گزینه. حالا اینجا میبینید چیزمونه مختلف هستش برای من که الان نشون میده. مثلا برای سیستم 4-2-1-3 من دارم ازش به عنوان اد کیکاف و when out of position استفاده میکنم، یعنی برای وقتی که بازی شروع میشه و وقتی که مالکیت توپو ندارم. الان همونجوری که میبینید بالای گیم پلن، بالای ترکیب من نوشته when in position، یعنی وقتی که مالکیت رو دارید. پوزیشن معنیش اینه که مالکیت توپی همچین چیزی میشه. وقتی که مالکیت دارم قاعدتا باید تهاجمی تر بازی بکنیم. من سیستم تهاجمی برای منچستر حالا حداقل برای منچستر یا تیمایی که دو تا مهاجم نوک و وینگرهای خوبی دارن، سیستم همین 4-2-2 هستش، یا به عبارتی 4-2-4. بعد از اینکه این کار انجام دادید میاید به این شکل اینجا الان میبینید مثلا برای من جهت کیکافه. اگه اومد روی این یه دونه آنالوگ راست بزنید، آنالوگ راست به سمت راست بزنید تا سویچ بکنه روی وقتی که مالکیت دارید. خب به طور مثال من اینجا مثلا الان میتونم از کلی بازیکن استفاده بکنم. مثلا کاوانی رو بذارم مثلا به عنوان مهاجم نوک ازش استفاده بکنم. کلی کار خفن میتونم بکنم واقعا با این سیستم بازی. میتونم مثلا رونالدو رو، کاوانی رو بذارم مهاجم نوک، رشفورد رو بذارم مثلا به عنوان وینگر چپ، همچنین سانچو رو به عنوان وینگر راست و دو تا هافبک هم پوگبا. همونجوری که میبینید الان این سیستم یه نوع ترکیب تهاجمی هستش. من حتی میتونم همینجا سه دفاعه بکنم تیممو و هر جوری که دلم میخواد خلاصه میتونم بچینم شرایط تیمم توی حمله کردن و وقتی که مالکیت رو بالا دارم داخل بازی هم به محض اینکه من صاحب توپ بشم، به طور مثال میتونم بگم که بله دیگه چیدمان بازیکنان به همین شکلی میشه که الان توی این حالت قرار دادم. اما اگه من سویچ بکنم روی حالت مثلا اد کیکاف، همونطور که میبینید سیستم بازی من وقتی دارم شروع میکنم به این شکل خواهد بود. وقتی که توپ داشته باشم اینجوری میشه و وقتی توپ از دست بدم میاد رو حالت سوم. حالت سوم قاعدتا مال وقتیه که شما میخواید دفاع بکنید، یعنی توپو که حریف داره قاعدتا باید آرایش دفاعی بگیرید و در بازی خودتون رو ازش محافظت بکنید. پس نیاز به سیستم دفاعی داریم. برای اینکه بهتر کارو بهتون نشون بدم اینجا میام روی همین گزینه فورمیشن چنج و out of position رو انتخاب میکنم. میام حالا سیستم های پایین تر، مثلا میدید این یه سیستم خیلی جمع هستش، میتونم بگم فشرده هستش، میتونم راحت تر مثلا پرس بکنم، یا سیستم این شکلی، یا حتی سیستم های دفاعی دیگه که حالا مثلا خط هافبک هم زیاده و سیستمی که میتونم ازش از 5 مدافعم استفاده بکنم. میتونم مثلا اینو انتخاب بکنم. الان همونطور که میبینید من 3 تا حالت چیدمان مختلف بازیکنامو اینجا تعیین کردم. از کیکاف
مسابقه است، من با همین آرایش که دارید می‌بینید بازی رو شروع می‌کنم. همینجا میتونم عوضش بکنم. ونی پوزیشن مال وقتی که توپو در اختیار دارم که تهاجمی میشه تیمم. الان دارم تقریبا با 4 مهاجم بازی میکنم. سیستم 4-2-4 هستش. دو تا هافبک خوبم دارن که تو حمله کمک بکنن. علنا میشه گفت من دارم با 6 تا مهاجم یا 6 تا بازیکن کار حمله رو انجام میدم و 4 تا بازیکنم توی دفاع هستن. من وقتی توپ از دست میدم به محض اینکه این اتفاق میفته خب بازیکن‌ها میان تو حالت دفاعی و واضحه که الان مثلا یه جورایی میشه گفت با 7 تا بازیکن تقریبا دارم دفاع میکنم. لوکشا، واران، مگوایر، ون-بیساکا، برونو فرناندز، سانچو و پوگبا. البته این نکته فوق العاده مهم توی فلوید فرمیشن بودی که اگه بله توی فلوید فرمیشن شما نمیتونید توی این سه حالت مختلف بازیکناتون رو عوض بکنید. یعنی مثلا نمیتونید بگید آقا من مالکیتش که از دست دادم مثلا برونو فرناندز بیاد بیرون، چه میدونم مثلا چیلول چیه اصلا تو منچستر نیست، مثلا بذار الان دفاع چپ منچستر مثلا الکس تلس بیاد تو. قاعدتا نمیتونید شما اینجوری بگید وقتی من میرم حمله میکنم یه مهاجم بیاد تو زمین یا مثلا هافبک خارج بشه. نمیتونید با همون بازیکنایی که دارید میتونید چیدمان همون اونا رو عوض بکنید. به طور مثال من اگه همین الان قبل بازی گرین وود رو داخل زمین نیارم نمیتونم مثلا تو حمله کردن ازش استفاده بکنم تا زمانی که بازی رو استاپ کنم تعویضش بکنم. فکر کنم منظورم متوجه نشدید. یه مثال دیگه اگه بخوام براتون بزنم ببینید دقت بکنید من الان توی حالت مثلا when out of position وقتی که مثلا میخوام به 5 تا بازیکن دفاع کنم، درسته؟ الان اگه دقت بکنید ون-بیساکا پست اصلیش دفاع راسته ولی به عنوان مثلا چیز هستش، به عنوان دفاع وسط. من میتونم تا همون جایی که مثلا بازیکن دارم بیام چه میشه گفت تا همون مقداری که بازیکنامو توی زمین جابجا بکنم نه از نیمکت میتونم بیام مثلا جاش عوض بکنم ون-بیساکا رو برم سمت چپ ولی نمیتونم ون-بیساکا رو ببرم بیرون و به جاش یه بازیکن دیگه بیارم. پس به این نکته توجه بکنید. اما اگه بخواید حرفه‌ای‌تر از این سیستم استفاده بکنید میتونید به داخل ادوانس اینستراکشن اینجا میتونید تعیین بکنید مثلا برای سیستم‌های مختلف رو استفاده بکنید. و یه نکته مهمی که هست مثلا اتکینگ اینستراکشن برای همه وقتا فکر کنم بشه استفاده کردش. به طور مثلا برای کیک آف اینجا مثلا من میخوام از اتکینگ اینستراکشن به عنوان مثلا وقتی که توپا ندارم انتخاب کنم، به خاطر سویچ میکنم روی حالت سمت راستی مثلا نمادار تعویضش میکنم و حالتهای دیگه مثل دیفنسیو و ادوانس. این شده از سیستم شناور که بازیکناتون توی هر سه حالت سیستم بازی خودشون رو عوض میکنن با توجه شرایط که تو فوتبال واقعی هم خیلی دیدیم دیگه. قاعدتا وقتی تیم ضد حمله میکنه همه هجوم میارن سمت دروازه خودی تا دفاع بکنن و وقتی هم که تیم ضد حمله میخوره این کار انجام میدن. وقتی هم میخواد ضد حمله بکنه قاعدتا همه حمله میکنن تا بتونن موقعیت خطرناک روی دروازه حریف ایجاد بکنن. اما اگه به هر دلیلی خواستید خاموشش بکنید هر زمانی که خواستید میتونید بیاد داخل فلوید فرمیشن، داخل گیم پلن فلوید فرمیشن رو بذارید روی آف. الان میبینید دیگه اون صلاحیت دیگه وجود نداره و چیزی به نام اد کیک آف و ون آف پوزیشن چی بود اسمش ون این پوزیشن و when out of position دیگه نیست و شما میتونید که عادی از ترکیبتون استفاده بکنید. اما در مورد کلا بخش گیم پلن کلی بخش‌های مختلف داره. ما سعی کردیم چیزای مهمش رو بهتون بگیم و بازم در آینده آموزش‌های فوق‌العاده‌ای در موردش خواهیم داشت، سیستم‌های جالب‌تر. و یه نکته‌ای که باید بهتون بگم ببینید من حالا توی مثلا فلوت فرمیشن اومدم گفتم آقا تو حالت مثلا چی میشه گفت تو حالت دفاع کردن، تو حالت وقتی که توپو ندارید یعنی این گزینه میتونید مثلا بیاد از 5 تا مدافع استفاده کنید ولی این کار اونقدر معقول نیست چون که دو تا مشکل میتونه داشته باشه. اگه شما مثلا همونجا توپو بگید بخواید ضد حمله کنید همونطور که میبینید الان من یه دونه کاوانیو دارم، یه دونه رشفورد، یه دونه رونالدو برای ضد حمله که خب بازیکنای خوبی مثلا برونو فرناندز رو ندارم، مثل ون-بیساکا توی همچین ترکیبی فکر نمی‌کنم نفوذ بکنه، همچنین شاید پوگبا و حتی سانچو. اینجور وقتا باید جای بازیکن‌ها تا جایی که میتونید عوض بکنید. و بعد از اون یه چیز مهمی که باید بهش توجه کنید اینه که حالا اگه مثلا گیران برونو فرناندز مثلا نفوذ بکنه بره توی حمله کمکم بکنه وقتی که بخواد برگرده خسته میشه. یعنی این نوع ترکیب شناور چون بازیکن زیاد حرکت میکنن احتمالی که استامیناشون زود تخلیه بشه زیاده. پس باید بدونید به موقع بازیکن‌ها رو تعویض بکنید و درست از این ترکیب استفاده بکنید جوری که نه برای برگشتن به عقب زیاد خسته بشن نه برای رفتن رو به جلو خسته بشن. پس این نکته‌ای که در مورد فلوید فرمیشن باید مد نظر داشته باشید.
و اینکه در مورد حالا کانالمون هم بگم که ما یه مدتی آموزش نداشتیم، بنا به دلایلی برگشتیم و قرار کلی آموزش خفن براتون بذاریم. مرسی که همراه ما هستید. تا ویدیو و آموزش‌های بعدی، خدا نگهدار.